سلام دوستان، خوش اومدید به جلسه 4 مبانی کامپیوتر. توی این جلسه قراره با کیبورد از واحدهای ورودی آشنا بشیم. کیبورد وسیله دیجیتالی هستش که با فشردن کلیدهایی از اون به کامپیوتر دستور میده که اون کار رو انجام بده. توی کیبورد 5 مدل کلید هستش که از سمت راست بخوایم بررسی کنیم. بخش اول کلیدهای محاسباتی که شامل اعداد و عملگرهاست. یک کلید هم به نام ناملاک هستش که اگه فعال باشه کلیدهای محاسباتی کار میکنن، ولی اگه فعال نباشه این کلیدها کار نمیکنن که با هر بار فشردن فعال و غیر فعال میشن. بخش دوم کلیدهای هدایت یا نویگیشن کی هستش که شامل جهت‌های اصلی بالا، پایین، چپ و راست و کلیدهای دلیت و اند و هوم، اینزرت و پیج آپ و پیج داون هستش که جهت‌ها برای حرکت، دلیت برای پاک کردن، هوم و پیج آپ برای بالا صفحه رفتن، اند و پیج داون برای رفتن به پایین صفحه استفاده میشن. و اینزرت هم اگه فعال بود هر حرفی که تایپ میکنی روی حرفهای بعدی نوشته میشه یا عبارتی جایگزین اون حرف میشه، ولی اگه غیر فعال باشه این اتفاق نمیفته. بخش سوم کلیدهای کنترلی هستش که به تنهایی یا در ترکیب با کلیدهای دیگه اقدامات خاصی رو انجام میدن، مثل پاوز، پرینت اسکرین، ویندوز، اسکیپ، کنترل، آلت و اسکرول لاک. بخش چهارم کلیدهای تابعی که از F1 تا F12 هستش که در بالای کیبورد قرار دارد و وظایف خاص پیش بینی شده رو انجام میدن، مثل F1 که برای راهنما استفاده میشه یا F2 برای ادیت نام فایل. بخش آخر هم کلیدهای آلفانومریک که شامل حروف، اعداد، علائم نکته گذاری و نمادها هست. برای مثال حروف A تا Z یا بکسپیس برای پاک کردن یا بازگشت، شیفت برای جابجایی، اسپیس برای ایجاد فاصله، اینتر برای رفتن به خط بعدی. کپس لاک هم اگه رو خاموش باشه حروف به صورت کوچیک تایپ میشن و اگه روشن بود به صورت بزرگ. توی کیبورد میانبردهایی هستش که برای انجام کارهایی ازشون استفاده میکنیم که مثالهاش رو مشاهده میکنیم. خب بچه ها، تا اینجای کار کافیه و بریم برای جلسه بعد و با موس و مانیتور و پرینترها آشنا بشیم.